чорабини бахшида ба рӯзи навазкарон дар тарабхонаи меҳр бо садо додани суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ифтитоҳ гардид. Camomid imroza Reis-i Şahri Panjaki muhtaram Safiyon İslam Ziyosu'nda iştirak doran. Ama bu kamoli ihtiram sukuni avalin ro barış muhtaram edeceğim. Merhamet. Muhtaram davat şudagon, padurum odaron ve odurin ikromi. Asosguzor usul vahdeti milli peşvoy millat, Prezidenti Cumhuriyeti To'g'riston muhtaram İmom Rahmon dar payomi navbati xud ba Majlisi Oliy Cumhuriyeti To'g'riston qaynamdan ki ما با جوان اعتمادی کامل داریم دستگیری صمیمانه آنها را از سیاست پیشگرفته دولت حکومت قدردانی میکنیم و نقش ارزشمندشان را در همه جنبه‌های حیات کشور احساس می‌نماییم. من با جوانان کشور برای دستگیریشان از سیاست دولت حکومت و خدمت صادقانه‌شان منتداری صمیمی بیان میکنم. واقعا هم جوانان ما بهر در عمل تطبیق نمودن سیاست حکومت مملکت در رشد آبادی کشور سهم نظارت می‌گذارند و حکومت جمهوری توگیستان دویر با دستگیری جوانان بهتر نمودن شرایط تعلیم و تربیت آنها اینچنین فراهم آوردن شرایط مساعد زندگی و تعلیم خدمتچیان حربی در قسم‌های نظامی تدبیرهای ضروری را عملی می‌نمایند. جواباً به این غمخوری‌ها جوانان شهر دهات پنجکن در رشد آبادی کشوری عزیزمان سهمگذاری نموده با امر دل خدمت مادر وطن را به جا می‌آورند. حاضرین گرامی با همگان معلوم است که چند پیش در شهر پنجکن با اشتراک اساسگزار اصول وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری توگیستان محترم امام رحمان تنتنه‌های ایدانی جشنی بزرگ تاریخی ملت 5500 سالگی شهر سرحد باستانی تجلیل گردید. بخشیده به این سنه فرخنده در شهر پنجکن ده‌ها انشاءات گوناگون اجتماعی مورد بهره برداری قرار گرفتند. کارهای آبادانی و سازندگی وسعت تازه پایدار نمود. در آبادانی و بنیادکاری سهم جوانان بانگ ناموس پنجکن نیز هست. اطمینان کامل دارم که جوانان پنجکن شکرگزاری از دولت و ملت نموده جهت بر راه ماندن کارهای آبادانی و بنیادکاری و سازندگی بخشیده به تجدید جشن فرخنده ملت 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری توگیستان سهم ارزشمند خود را می‌گذارم. محترم دعوت شدگان باعث افتخار است که امروز جوانان باور و ناموس پنجکن اولین شده با خواهش خود برای حفظ مرز و بوم وطن عزیزمان برای خدمت به صف قوای مسلح جمهوری توگیستان می‌روند. با سمت بیان داده از نام مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر پنجکن هیئت گروهی اولی دعوت شدگان معرکه کراماهی را با آغازیابی خدمت مادر وطن تبریک و مبارکباد نموده برای شما جوانان با ننگ و ناموس پنجکن تن صحت نیروی توانا و در راه خدمت صادقانه و نفع وطن عزیزمان توگیستان حساب استقلال کامیابی و پیروزی‌ها آرزو می‌نمایم. بار دیگر برایتان راهی سفید و خدمت صادقانه تمام می‌کنم. سلام. حالا سخن به دعوت شونده موسی شیرخان که امروز با امر دل برای اجرای فرض مقدس خود در نزد مادر وطن می‌رود داده می‌شود. مرحمت.
من موسف شیرخان مرموسویچ از جماعت دهاتی یاری می باشم. حمایه مرد بومی وطن قرد مقدسی هر یک جوان به شمار می رود. بنابراین قول دادم که بهر خدمت به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان سفربر گردم. وعده می‌دهم که بهر وطن عزیزم صادقانه خدمت می‌نمایم. در آینده جهت آبادانی و سازندگی و بنیادکاری در تاجیکستان صاحب استقلال خدمت ارزنده می‌نمایم. خاک وطنم برای من مقدس است. حالا سخن نهایی به دعوت شونده خدایبردی زاده می‌دوده می‌شود. مرحمت. من خدایبردی زاده شادیمی را از جماعت دیهات شنگ میباشم. با خواهش خودم به کمیسریت حربی آمده برای سفربر شدن به سر قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان عریضه پیشنهاد نمودم. شکرگزاری از وطن عزیز میکنم. شکر میکنم که در دولت صاحب استقلال زیر آسمان مصطفی عمر بسر میبرم. آرزو دارم مرز بومی وطن عزیزم را صادقانه و سربلندانه حفظ نمایم و برای کلکل تاجیکستان عزیزم سهمگزار باشم. جوانان پنجگین را دعوت می‌نمایم که برای خدمت مادر وطن کوشش خود را دریغ ندارند، زیرا وطن عزیز برای هر یکی ما مقدس و من وطن خود را دوست می‌دارم و برایش صادقانه خدمت می‌کنم. خیلی با همگان معلوم است 153 نفر جوانان پنجگین چند پیش مکتب رانندگی را ختم نمودند. حالا از رئیس محترم خواهش می‌نماییم که شهادتنامه آنها را سپارند. مرحمت. شهادتنامه رانندگی و عبدالستارزاده سیندر عبدالملیک، اسرائیل بختیارویچ، سعید زحمت‌ها حسنویچ، گلبای سنت‌الله خیراللهیچ، سلیم غازی‌های مرتضاییچ، سمیح فایر مرتکلویچ، احد چولوف بای محمد عبدالرحیمویچ، شادیزاده حسین ارتش، براتوف آزادبک صباح‌الدینویچ، مرادوف شهرزاد شهرتویچ. از طرف مقامات اجرایی محلی حکومت دعوتی شهر پنجکین برای دعوت شوندگان دسترخوان ادانه آراسته شد. برای بالیده گشتن خاطر دعوت شوندگان کارمندان شعبه فرهنگ برنامه کنسرت نمایش دادند. وطن برای هر یک جوانمرد هم قرض است و هم فرض. من امین و عبدالشکر از شهر پنجکین از محله مهرآباد میخوام با خواهش خودم به خدمت حربی روم، زیرا خدمت شرف است. من عبدالرحمن زاده شیرینشاه از جماعت دهاتی یاری دهه زدی با خواهش خود به خدمت مادر وطن حاضر شدم. ما جوانان باید وطن خود را حفظ نماییم. ما آمدیم در شهر پنجکین دوستا خواندیم، صاحب پراوا گشتیم. اکنون خدا خواهد به خدمت مادر وطن میرویم. با سر بلند خدمت مادر وطن را ادا نموده خدا خواهد میبریم. من بازار سمندر پنجه شهر چنار جماعت شهرچه qishlog'idanman va mana harbiy xizmatga boryapmiz ekan. Barcha yurtdoshlarimizga taklif qilamiz shu harbiy xizmatga kelsin. Dastovda o'qidik. Xudo o'zi parvolarini olib xizmat qilib kelamiz. Rahmat. Men Jo'ra Sunnatullo dosafni tugatib, paravalarda olib turib, mana ona vatan uchun xizmat qilishga ketyapman. Vatan uchun xizmat qilish u erkakning ishi. من رحمان و گلجهان از دهه اماندره این دویم فرزندم که در خدمت رفته است. من خرسندم که همه خیلی فرزند دارم. وطن مادر خدمت دوست می‌دارد، خدمت می‌کند. من رئیس محله بایمراد خالمرادوف زینی و رجبا میباشم. من امروز جوانان شهر پنجکین با خواهش خود سربلندانه به خدمت مادر وطن رفته ایستادند. از آن جمله من از محله خودم از بایمراد خالمرادوف سمیح طاهر جان و مهرالله که هر دو جوانان به قوای مسلح سفربر شدند. رئیس که به عنوان محله شادیانه اشعار و زهرا میباشم. امروز با یک طبع بلند، با یک روحی بلند جوانان ما به خدمت مادر وطن میروند. خداوند کریم خدا بردگی با گردانده به پیش پدر و مادرشون برگردانند. من قارب عبدالکریم از جهه کسراش چوربا qishlog'idanman. من o'g'limni mana politsiya institutidan qilib keldi. O'z xohishim bilan vatan xizmatiga jo'natyapman.
o'z xohishi bilan o'zi kelib bankomatga ariza berib postga olib turib mana bugun o'z xizmatiga boradi. O'zi rozi bo'lib borgani uchun boshqa yoshlar ham mana shunday yigitlardan ibrat olishsin. من سیدو دولتشو ساکن جماعت دیهات خرمی دهه آزادگان من امروز با خواهش خودم به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان داخل میشوم و از به دیگر جوانان گفتنیم که مانند ما بیان خدمت مادر وطن را ادا کنند برای آنکه خدمت مادر وطن قرض است. من حیات حسنبوی ساکن جماعت دیهاتی یاری دهه یاری تمام شهروند شهر پنجکن با مثل جوان مردان خدمت نمایند نگریزند. من عزیزا سنت الله از جماعت دیهات چینار با خواهش خودم امروز من خدمت رفتم. من میخواهم دیگه بچه‌هایم برای من بوری همه خدمت رفتن نگریخته دبرون خودش رفته آمد بیاید. من دوران پرویز از دهه نوابت جماعت دیهات لایق شرالی من امروز به خواهش خودم به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شدم میخواهم و از همه همسن سالهای خودم خواهش میکنم که به مانند ما روان به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شوند و خدمت مادر وطن را ادا نمایند چون که خدمت مادر وطن یک قرض همه جوان مردم است. در مرز و بوم کشور شام و سحر تو بیدار ایا سربازی وطن دلیر هستی و هوشیار تاجیکستان بحر ما باغ و گلشن فخر دارد با تو سربازی وطن